انا این حافظ خوشخوان که امروز برای تعب شما باز میز که اصل برای شیرین کرده. اصل میز که شیرین تر میشده از نی گلده وای تیرماینش نه. انا من برای این تعب ما شهد و شکر کردن برای خدمت همین فرزندک عزیزی ما آمده است. من دلیر شاه و دلیر جام گفتنیم که دلیر جان یک جوان شوکی بین خلق بالا کرده سر، با سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر. خلق گوید جام پسر هستی شود عمرت دراز، خاک گیری زر شود رحمت به استاد و پدرت. پدرکت به رحمت، مادرکت به رحمت. تو برین همین یک فرزند اصیل، فرزند نیک را به دنیا آورده. امروز من میبینم در خدمت مردم شاه زبان و مهمان نواز ما هستی. فرزندک عزیزم در راه زندگی، در راه صنعت از الله و تو همیشه خوشبختی ها راه سفید میطلبیم. خدا فیضکت اتیت، پیر و استازکات همیشه مددگارکت باشند. شمایان بیم نوازنده های عزیز، فرزندک های عزیزم، شمایان هستتون و حافظا با همین دلی خوش با الهام سرودخوانی میکنن. خدا فیضکتان اتیت، پیر و استازکتان همیشه مددگارکتان. الله اکبر. سلامت باشتان بچه‌ها. مرحمت.